اول عرض سلام و احترام خدمت همه بیننده های کانال یوتیوب نوید جورنال. ببخشید، امیدوارم که جور صحتمند باشید، ایام به کامشون باشد و زندگی خیر. کم کم موادایی که لازمه بخش شروع کار، این مواد دیگه در ساحه میرسه. بخش شروع کار این مواد آماده. خب ببینیم سیخایی که به تازگی در ساحه رسیده. دیگه امروز خیلی خوشحالم ای از فرهنگ بالای جاغوریه که همچین برنامه ها رو سرشتنه، پروژه هایی که در جاغوری بسیار موفقه، به خاطر که دیگه فعلا موادی که ما در ساحه داریم مقدار خلاصه 20% یا 30% از مواد رو ما داریم، چون به خاطر کار اولیه یا کار ابتدایی در نظر گرفتیم که 2 ماه ما قرارداد داریم با مسئولین پروژه و انشالله تا در 2 ماه و 10 روز 2 ماه و 15 روز انشالله ما ایره بخیم. بهار باید بخیر آوال تو باید دمغتری گلی دسمال تو باید دمغتری گلی دسمال تو باید دلم کاغذ برانی رنگواری چوغه گشته بله دیوال تو باید چوغه گشته بله دیوال تو باید پیچه دوستا بله ابروی تو باید خب بیننده های محترم، در این قسمت انجینیر صاحب احسان الله سالاری، یکی از انجینیرهای پروژه دروازه جاغوری را با خود داریم. دیگه از انجینیر صاحب سوال نم که چند روز میشه که امی کندنکاری را دیگه اینا انجام دیدن و چند روز میشه که مثلا در اینجا مصروفن و در این حال چقدر موادی که لازمه بخش شروع کار اینا فراهم کرده در اینجا؟ تشکر، سلامت باشی. در قدم اول تشریف آوری شما را در این منطقه در جایی که دروازه تأسیس میشه خیر مقدم عرض میکنیم استاد محترم و یک سلام گرم خدمت تک تک دوستایی که در خارج از کشور است و در داخل از کشور داریم. انشالله که همیشه جور و صحتمند و سربلند باشین. تشکر از شما. در مربوطه که سوال داشتین که چند روز میشه اینجا کار کردین، ما دقیقا حدود 1 هفته یا نهایتاً بیشتر یا کمتر میشه که ما ساحه کندنکاری خود شروع کردیم و کندنکاری ما انشالله که خاتمه یافته و فعلا ما ساحه را رگلاژ کردیم به حساب مردمای ما و شما که در ایران کار میکنیم که رگلاژ ما او را لیول می‌بینیم، یعنی ساحه یکسان باشد. دیگه فعلا موادی که ما در ساحه داریم مقدار خلاصه 20% یا 30% از مواد رو ما داریم، چون به خاطر کار اولیه یا کار ابتدایی. دیگه کدام سوال داشته باشین صادقاً در خدمت هستیم. در نظر تو انجینیر صاحب برآورد کردین که با توجه به وضعیت هوا و با توجه به کمک هایی که فعلا به صورت مقدماتی انجام میشه، دیگه تصمیم دارین که تا چند مدت را، یعنی تا 1 ماه را یا تا چند روز را به اصطلاح یا تا چند هفته را پلان منظمی که شما ریختشین چه رقم کنه تصمیم دارین تا چند مدت کار زیر امسال پیش ببرین؟ تشکر، سلامت باشین استاد محترم. سوال بسیار بجا. خب کارهای ساختمانی یا به هر صورت هرچی باشد، ساختمان باشد، دیوار، پل، پوچک، دروازه باشد، خب به هر صورت یک روال یا یک چی داره. خلاصه برید بگم که مرحله به مرحله داره.
فعلا ما که تصمیم گرفتیم ان شاء الله که در هفته در حدود 2 ماه، چون کارها سختگی به وجود میاد یا مواد در ساحه حاضر نیه، خلاصه به یک نحوی ما ایره در نظر گرفتیم که 2 ماه ما قرارداد داریم با مسئولین پروژه و ان شاء الله تا در 2 ماه و 10 روز 2 ماه و 15 روز ان شاء الله ما ایره بخیم موضوع اسکلت بندی زیر خلاص کنیم و میمونه موضوع نما از که امسال فکر نکنم شود، به خاطر از که هوا سرد شده و او شاید همون تاثیرات آب و هوا سر از اونها تاثیر داشته باشد، به خاطر از که امو نمای از کسا سنگ تلاورتان یا سنگ مرمر که ما شما میگیم کار میشه، معمولا چسباندگی از اونها در مقابل یخ و زدگی یا مثلا در مقابل یخبندان بسیار ضعیف میشه و ما بتونیم ایره برای سال بعدی ان شاء الله در بهار، اول ماه بهار یا 2 ماه بهار ان شاء الله شروع. تشکر. انجینر صاحب گفتم میتونین اینجا فعلا چند نفر مصروف کاره؟ بیشتر کارا را از طریق ماشینری پیش میبرین یا نه، یا مثلا به تعداد افراد هم در اینجا شما استخدام کردین بخش کار؟ تشکر. ما فعلا در حدود 6-7 نفر کارگر داریم. کارگر در حدود کارگر کس به 2 قسم است، یک کارگر ماهر است یا کارگر غیر ماهر. فعلا ما از کارگر ماهر کار نگرفتیم، یعنی اسکیل لیبر ما کار نگرفتیم. فعلا از کارگرای غیر ماهر به خاطر از اینکه ما در ماشینری کار گرفتیم، فقط تهدا بزیر که ما اسکواتور کندیم چون بدیست قابل کندنکاری نبود، چون مساعد ازی خیلی زیاده و ما فقط کندنکاری زیر با اسکواتور کردیم یا با ماشینری و فعلا کارهای دیگه شما ان شاء الله از نیروهای کاری پیش میبریم، یعنی از کارگر ماهر و غیر ماهر پیش میبریم و میمانه موضوع ریگ و جغل اینا شما مجبور هستیم که با اسکواتور با همین خلاصه اسکواتور و بولدوزر میگه که چی میگه و مازدا کار کنیم. بله بسیار خوب. امی چقدر مواد را در خود ساحه دارین، مثل سنگ و مثلا مثل ریگ و امی چیزایی که مثلا بتونین به راحتی او را در دسترسی از خود داشته باشین؟ تشکر. وقتی که ما یک پروژه را در نظر میگیریم ما باید اول ماهیت یا متریال ساحه در نظر میگیریم یا مواد ساحه، مشخصات مواد ساحه که با مون پروژه ما یا با مون ساخت ساز ما صدق کنه. در فعلا ما که در نظر داریم گرچند این موادی که ما سنگ استفاده میکنیم، ریگ و جغل استفاده میکنیم، ساحه دور نیست ان شاء الله، ساحه به دسترسی داریم، ولی مشکل که ما در بخش که با کار سختگی به وجود نیاد، فقط مشکل ازیر داریم که امی چی نشه، امی سیمنت و خلاصه امی سیخ که ما استفاده میکنیم. دیگه دیروز ما اطلاع یافتیم که سیخ های 18 میلی استفاده میشه، 18 میلی زیادتر پیدا نمیشه، این کم یافت است فعلا در ساحه ولایت غزنی و مثلا در خود ساحات و بازارهای غجور مثل سنگ ماشه و انگوری. دیگه فعلا مواد ان شاء الله با حدود 1% ما داریم، باز به مرور زمان میتوانیم تمام مواد تکمیل میکنیم ان شاء الله. تشکر انجینر صاحب، موفق باشین. دیگه آرزوی بهروزی، آرزوی سلامتی و آرزوی توفیقات روزافزون دارم بخش شما و جمع پرسنل کاریش ان شاء الله. تشکر، سلامت باشین. اگر پیامی داشته باشین بخش خیرین و بخش بینندای عزیز. دقیقاً پیام خدا داریم ان شاء الله. ما اولا میگه که دست اونایی میبوسیم که در این پروژه ما را کمک و همکاری کرده، چون پروژه مردمی است. در این پروژه کدام سکتور خصوصی یا سکتور دولتی داخل نیست، فقط پروژه می خیرین پدران مادران ما برادرای ما که در خارج از کشور و در داخل کشور است به اندازه توان خود کمک کرده، فعلا امی بودجه هست و ما تقاضایم و خواهشیم مثل یک خدمتگزار وطن به عنوان یک انجینیر خواهش میکنیم که در این پروسه هر کسی که سهم نگرفته سهم بگیره و هر کسی که سهم گرفته ما مقدار چیزی که در نظر گرفته، پولی یا مقدار چیزی که جوایز در نظر گرفته، همون رو زودتر تسلیم بده که پروژه زودتر پیش بره، چون ساحه سر کوتاه لومان است، از نگاه یخ بسیار یخ است نظر به دیگه ساحات لومان، چون اینمی کارهای ما واسطگی به وجود نه، ما ان شاء الله بتونیم که به زودترین وقت و بهترین کار رو ما انجام بدیم. فقط اینمی خواهش داشتم از دوستایی که در خارج است دست ما رو بگیرین، یاری کنید. ما هر کدام ما که در این پروسه شامل هستیم با توانایی خود سهم گرفتیم. شاید ما از نگاه مالی و از ما خوب نباشد، البته از نگاه تکنیکی و از نگاه اجتماعی و از نگاه هر چی ما ان شاء الله هر کاری باشد از نگاه محکمیت ما ان شاء الله نهایتا کوشش خود میکنیم، شبانه روزی کوشش خود میکنیم که یک چیزی را بسازیم که قابل قبول تمام ملت شریف جاغوری باشد و دیگر گفتنی خاص نداریم. همیشه هر جایی که هستین با عزت و سربلند باشین،
کامیابی شما آرزوی ما هستند. تشکر یک جهان انجینیر صاحب. بخشش باشه وقتم گرفتم. سلامت باشین. تشکر صادقانه. خب بیننده های عزیز دیگه خوشحال شدم که اینچه استاد بزرگوار جناب آقای سلحشور کمرک را با خود داریم. دیگه دیدگاه هایش را در مورد از این دروازه ولسوالی جاغوری نماد افتخار مردم جاغوری دیگه دیدگاه هایش را میشنویم و نظریاتش را در این رابطه میشنویم دیگه. تشکر استاد عزیز. اول عرض سلام و احترام خدمت همه بیننده های کانال یوتیوب نوید جورنال. ببخشید. امیدوارم که جور صحتمند باشید، ایام به کامشون باشد و زندگیشون سراسر از لطف خداوند باشد. دوستای عزیز خیلی خوشحالم امروز در خدمت شما هستیم از این طریق از این کانال. دیگه دوستای عزیز امروز که می‌بینید امروز دیگه آمدیم در کوتل لومان برای از اینکه اولین کمک خیرین تقدیم به ټیکه‌دار کنه. برنامه‌اش دیدین دوستای عزیز. یک نماد فرهنگ و یک نمادی است که جاغوری لیاقت از این بیشتر از نار داره. جاغوری تنها چیزی که کمبود داشته دروازه را داشته. مو در فیسبوک ها قبلا نوشم که نیت دروازه امروز خدا رو شکر در ضبطه جور میشه. و همطور که دیدید در اول برنامه خیرین کمک کردن هر کس به اندازه خود. دیگه امروز خیلی خوشحالم ای از فرهنگ بالای جاغوریه که همچین برنامه ها را سرشتنه، پروژه هایی که در جاغوری بسیار موفقه به خاطر که خیرین بسیار با احساس داره. دیگه ما تشکری منم از تمام خیرین، از دوستا قوم، از چی در او طرف فعالیت نه چی در این طرف فعالیت نه. خداوند ان شاء الله بخت دعایمون کلگیش خیر بده. ان شاء الله این پروژه ازمون نه تنها این پروژه ازمون نه اول ازمون باشد نه آخر ازی. ان شاء الله بیشتر از این مردم کوشش کنه که هر چی میتونن در قسمت پروژه های عام المنفعه باید همکاری داشته باشه. جهان سپاس از همه دوستای عزیز. تشکر یک جهان. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر باشید. بیننده های محترم، یعنی هم از یک زاویه دیگه شما موقعیت دروازه جاغوری را مشاهده منین. بیننده های محترم، اینه دیگه بخیر کم کم موادایی که لازمه بخش شروع کار این مواد دیگه در ساحه میرسه. اینی هم ریگی که به تازگی آورده شده از ریکریشن لومان که مربوطی از زمین شرکتی قرارداد کننده دیگه. و اینی هم همون ساحه که در این ساحه به قول انجینیر صاحب این ساحه لیول شده و آماده شروع دیگه بخیر که کار شروع شنه. دیگه اکثری موادای دیگه که در ساحه آورده شده ما از او قسمت هم بخششم ویدیو میگیرم که دیگه بیننده محترم و خیرین و حامیان از این پروژه دیگه اطلاع پیدا کنه که چقدر مواد هنوز در ساحه رسیده و بخش شروع کار این مواد آماده. خب بینیم سیخایی که به تازگی در ساحه رسیده و آماده استفاده دیگه. و این سیمان که این سیمان هم بخیر رسیده اینجی و همه از اینا گواهی زیر میده که انشالله این کار با موفقیت تمام آغاز میشه.
بینیم امو ساحه اطرافی از امی دروازه که دیگه من از کوشش کنم از زوایای مختلف ایره خدمت شما نازنینان تقدیم کنم. بینیم امو سراییه دیگه اینی امو ساحه